در حال حاضر 43% تخت‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان اردبیل به بیماران کرونایی اختصاص یافته است و همکنون 493 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان اردبیل بستری هستند که 82 نفر از این عزیزان به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه حضور دارند. برگزاری میهمانی‌ها و دورهمی‌های خانوادگی از مشکلات اصلی مدیریت اپیدمی بیماری در استان اردبیل گزارش شده است که البته این موضوع در حال حاضر به عنوان مهمترین عامل ابتلا به کووید 19 در کشور نیز میباشد و درخواست ما از شما مردم عزیز کشورمان این است که صرفاً از روش‌های مجازی برای دیدار با عزیزان خود بهره‌گیری بنمایید. امیدواریم با اجرای مطلوب محدودیت‌های سراسری در کشور به کمک نهادهای متولی و همراهی و همکاری مسئولانه شما هموطنان فهیم کشورمان شاهد کاهش موارد ابتلا بستری و به دنبال آن بهبود و ارتقاء مراقبت‌های بیمارستانی باشیم.